ادراک مافوق روحی شماست که از درون به شما آموخته شده است. راه حل دیگری نیز هست. شما می توانید عازم سفری اودیسه مانند بشوید. داستان سفرهای اولیس یا اودیس، قهرمان یونانی که هومر شاعر عهد باستان یونان به نظم درآورده است، و گوش دادن به صدای فرشته باطن رفیع خود را بیاموزید. این مسیری است که شما را مستقیما به شهر زمرد روشنبینی و التفات باطنی هدایت خواهد کرد، نه به شهر دروغین جادوگرهای تقلبی. لازم هم نیست که در این جاده به تنهایی قدم بردارید. شعر یک ترانه قدیمی وعده واقعی و حتمی را در خود گنجانده است. ایمانی راسخ دارم. هر که از راه خود منحرف شد به زودی کسی را خواهد یافت تا راه درست را به او نشان دهد. بله، حق دارید گروه شخصی و مستقلی داشته باشید. استاد یا آواتاری شخصی که نه تنها قادر خواهد بود و فضیلت و دانش رسولان عهد کهن را به شما بنمایاند، بلکه شما را به مرحله‌ای هدایت کند که پی ببرید شما نیز می توانید فرشته باشید. لازم نیست به صفحات زرد رنگ دفترچه تلفن مراجعه کنید تا این شخص ارزشمند و مهم را بیابید. شخصی که با شما در امتداد این جاده حرکت کند تا آنکه شما به تنهایی قادر به راه رفتن در آن باشید. پس چگونه می توانید گروه شخصی خود را بیابید؟ گرو در زبان سانسکریت به معنای معلم و استاد است. گروهی که مایلید به تنهایی بجویید و بیابید بدون آنکه سعی کنید ذهن و اندیشه گرانبهایتان را به سمینارهای گروهی خطرناک و گران قیمت متوجه سازید، پاسخ به این سوال به راستی بسیار ساده است. با خواسته و میلی زیاد، با خواسته که از صمیم قلب و به دور از هر تظاهر باشد. خواسته واقعی که از ژرفای قلب و روح و جانتان نشأت گیرد. اگر اینطور باشد و تمایل و خواسته پدید آید و ناب و اصیل و شدید باشد، دارای نیروی الکترومغناطیسی و بی نهایت زیاد و مهیبی خواهد بود. چنانچه این خواسته را هر شب هنگامی که فکرتان به حالت خواب سوق داده می شود در هوا ساطع کنید و به همان اندازه هر روز صبح با بیدار شدن و دستیابی به آگاهی و هوشیاری این خواسته را در هوا رها سازید بدون تردید و به طور مسلم همان چیزی که مجسم کرده اید برایتان ظاهر خواهد شد.